توی خونه فقط با چند قلم مواد ساده بدون فر و همزن بدون تخم مرغ پچ درست کن. خوبیش به اینه جذب روغنش خیلی پایینه و خمیرش خوشقلقه. بچه‌ها عاشقش میشن. حتما ذخیره‌اش کن و بفرست به اونی که بچه مدرسه‌ای داره. قلب این پستم هم قرمز کن تا کلی ازت انرژی بگیرم. خمیر مایع فوری، شکر، شیر ولرم، آب ولرم و کره ذوب شده رو کمی هم بزنید. حالا 2 لیوان آرد سفید الک شده و بیکینگ پودر رو اضافه کنید و مخلوط کنید. مابقی آرد و ته چند مرحله کم کم اضافه کنید تا در نهایت خمیرتون جمع بشه و یه خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. دستتون رو چرب کنید و خمیر رو ورز بدید و چسبندگی خمیر رو بگیرید. حالا خمیر رو داخل کاسه چرب شده بذارید، روش رو بپوشونید. به مدت 1 الی 1.5 ساعت تو دمای محیط بمونه تا حجمش 2 برابر بشه. بعد از استراحت پف خمیر رو بگیرید، صفحه کارتون رو آرد پاشی کنید و روش هم آرد بپاشید. با وردن خمیر رو پهن کنید، اطراف خمیر رو برش بزنید و یه خمیر مستطیل شکلی درست کنید. حالا طبق ویدیو به خمیرتون شکل کراسان یا همون پچ بدید. همه خمیر رو به این صورت درست کنید، مجدد روش رو بپوشونید و 10 دقیقه دیگه استراحت بدید. بعد از استراحت دوم داخل روغن داغ شناور با حرارت خیلی ملایم سرخش کنید. مدام روش روغن بریزید تا حسابی پف کنه. به دلخواه میتونید داخلش رو با شکلات پر کنید. فوق‌العاده خوشمزه است. حتما درست کنید که بچه‌ها عاشقش میشن. مرسی که با لایک و کامنت حمایت میکنی و به دوستاتم میفرستی. ممنونم.